سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب ارشدی. علیکم السلام و رحمت الله. من محمد هستم، از ایران زنگ میزنم خدمتتون. آقا محمد بزرگوار. یه سوال داشتم. من 7-8 بار فارسی قرآن رو خوندم. خوشبختانه متاسفانه اینی که فکر میکنم ما با قرآن آشنا نیستیم. این اولیش. بعد سوالی که برام پیش اومد اینه که ما یک خدا داریم که همه مسلمان‌ها بهش معتقدیم و یک پیغمبر داریم به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و یک قرآن کتاب آسمانی داریم. به غیر از اینه نه. تمام اونایی که مال نسل‌های گذشته بودن مثل حضرت عمر همه رو با احترام مسلمان باید مؤدب باشه. تمام این عزیزان الان نزد پروردگارن و خداوند هم میگه که من ترازوی عدالت میذارم جلوتون. به غیر از این آقا اینا که در قرآنه. کاملا. این همه شاخه‌ها، این همه اختلاف بین مسلمان‌ها و می‌بینیم در عراق، ایران، غزه، هر جایی که می‌بینیم مسلمان کشته میشه. به هر حال چرا واقعا اینجوریه؟ چرا اینقدر تفرقه و فاصله بین مسلمان‌ها در صورتی که توی قرآن نوشته مسلمان‌ها با هم برادرن؟ می‌خواستم خواهش کنم در مورد این یه توضیح بفرمایید. چشم. تشکر از شما. بی‌نهایت ممنون. زنده باشید. خدا نگهدارتون. شما فرمودید که قرآنی که ما بهش اعتقاد داریم یکیه. درسته، ما این اعتقاد رو داریم و میگیم که لعنت خدا و الملائکه و جن و انس بر کسی باد که قائل به تحریف قرآن باشه و قائل بر این باشه در این کتاب یک کلمه زیاد شده، یک کلمه کم شده و هر کسی که این اعتقاد رو داشته باشه کافر است، مرتد هست، زندیق هست، جاودان در آتش دوزخ است. و بیش از 4 سال شده ما این رو از مراجع شیعه خواستیم که یک بیانیه صادر بکنن، بگن که هر کسی که قائل به تحریف قرآن باشه، یک کلمه از قرآن کم شده، یک کلمه از قرآن زیاد شده، این انسان کافر است، مرتد است، جاودان در آتش دوزخ است. این گام اول ما در راستای وحدت واقعی. اگر میخوایم وحدت واقعی داشته باشیم، متاسفانه علمای شیعه، الان خطاب من شما نیستید برادر بزرگوار، شاید شما به این اعتقاد نباشید، اما متاسفانه این جزء اساسیات مذهب شما هست که شاید شما اطلاع ندارید، اما مراجع شما، علمای شما به این اعتقاد دارن و این رو جزء اصول دین و مذهبشون میدونن که قضیه اعتقاد به تحریف قرآن. این کتاب اصول کافی است. در این کتاب دوستان عزیز در اتاق فرمان نشون بدن این تصویر رو. این کتاب اصول کافی جلد 1 و 2 از محمد ابن یعقوب کلینی ثقة الاسلامشون. در اینجا روایتی است بر اینکه قرآن کریم در دست امام زمان هست. اینجا روایت میکنه که میگه کسی اومد پیش امام گفت که یا ابو عبدالله، این قرائتی که مردم دارن میخونن در نزد مردم هست، اینو فرق میکنه با قرائتی که به اصطلاح قرآنی که به اصطلاح شما میخونید. گفت که اقرأوا کما یقرأ الناس، بخوانید مانندی که مردم میخوانند، حتی یقوم القائم، تا امام زمان بیاد، فاذا قام القائم قرأ کتاب الله عز وجل علی حده. وقتی که امام زمان بیاد قرآن رو همونطوری که هست نازل شده میخونه و اخرج المصحف الذي كتبه علی علیه السلام، و همون مصحف اصلی رو که علی علیه السلام نوشته بود و پیش خلفا برد و اونا قبولش نکردن، اونو در میاره و به مردم نشون میده. این روایت اول. به این اندازه اکتفا نکردن. در این روایتی است که در مورد تحریف قرآن، اصول کافی، همین جلد 1 و 2، همین روایتی که خدمتتون بیان کردم، چاپ امیره، کتاب فضل القرآن صفحه 657. در این کتاب در اینجا میگه که این روایت رو از اینجا دوستان توجه بکنن. ان قرآن الذي جاء به جبرائیل علیه السلام الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. قرآنی که جبرائیل علیه السلام آورد برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیت بود. این روایت را مجلسی در کتابش مراتل العقول تصحیح کرده و این هشام ابن سالم هم یکی از رواتی است که اینو تصحیح میکنن، روایاتش رو خواستن در کتاب مراتل العقول. این از این. و جدیداً چاپ همین کتاب در ایران چاپ شده برای فریب مردم. این کتاب رو دوستان عزیز اگر نشون بدن،
همین کتاب اصول کافی که جدیداً چاپ شده این روایت رو تحریف کردن. گفته ان قرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمد 7000 آیه است که این 7000 آیه‌ش هم نمیتونن ثابت بکنن چون قرآن 7000 آیه نیست. منتها اینجا گفتن حالا ثابت کردن یه 400 500 آیه خیلی ساده تر است از این که بیایم 11000 دیگر رو ثابت بکنیم. علی کل حال این یکی از اسباب اختلافاتی است که ما با برادران و خواهران شیعه همونطوری که ما اعلان کردیم مرد هستن، جرأت دارن، وحدت میخوان بین مسلمان‌ها، بیان اعلان بکنن مراجع شما، بیان بگن که هر کس که قائل به تحریف قرآن باشه کافر است، مرتد است، جاودان در آتش دوزخ است. نمیکنن چون مجبورن که محمد ابن یعقوب کلینی، محمد باقر مجلسی و بقیه علماشون همه اینا رو تکفیر بکنن و اینا رو جهنمی اعلان بکنن که این اشتباه رو هرگز نخواهند کرد. در مورد بزرگان ما در هفته گذشته بازم تکرار میکنم که تلک امتون قد خلت، اینها امتی هستن که رفتن، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، برای اونها هر چی کردن برای خود کردن، اونجا پاسخگو هستن و شما هر کار بکنید برای خود میکنید، پاسخگو خواهید بود. برای تاکید بیشتر الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تسالون عما كانوا یعملون، و از شما پرسیده میشد که اونا چیکار میکردن. و یکی از اسباب بزرگ اختلافات ما همین کتاب بهار الانوار هست که ما نشون دادیم در یک جلد بیش از 100 صفحه بابی رو در اثبات کفر ابوبکر و عمر و عثمان و کسانی که آنها را دوست دارند و کسانی که از آنها پیروی میکنند بابی منعقد کرده و اکثر روایاتش هم خود مجلسی تایید کرده و شرح داده. مثلا در اصل روایت اومده فلان و فلان گفته منظور از کفر فلان و فلان ابوبکر و عمر است. من اینو در یکی از در شروع برنامه خدمتون نشون دادم. مثلا این روایت در اینجا میگه که الاخبار داله علی نقطه چین ابوبکر و عمر و اضرابهما و ثواب نقطه چین و براءت منهم، میگه که اخباری که دلالت میکنه بر 3 نقطه ابوبکر و عمر و ثواب 3 نقطه و براءت از آنها. این اخبار میگه که زیاد است و فلان است از این مسائل. همین روایت 173 رو در بهار الانوار جلد 30 صفحه 344 چاپ جدید که تحریف کردن این رو نقطه چین گذاشتن، ما رفتیم همین روایت رو از نسخه اصلی پیدا کردیم. این نسخه اصلی همون روایت 173 کفر ثلاثه و فضل لعنهم صفحه 399 در اینجا در این روایت میگه که اقول، اینو خود مجلسی میگه، الاخبار داله علی، اونجا 3 نقطه بود اینجا نوشته کفر ابوبکر و عمر و ثواب نقطه چین بود اونجا نوشته ثواب لعنهم، ثواب لعنت فرستادن و براءت منهم و اعلان براءت از اونها. میگه که اینا و ما یتضمن بدعهم اکثر من ان یذکر فی هذا المجلد، و آن چیزی که شامل بدعت های آنها بود بیشتر از آن است که در یک جلد من بخوام اینجا ذکر بکنم، او فی مجلدات شتا، یا 10 جلد دیگر در این مورد بنویسم. و فی ما اوردنا کفایه، آنچه که در این باب آوردیم کافی است. لمن اراد الله هدایته الی صراط المستقیم، کسی که آرزوی هدایت به راه صراط المستقیم رو داشته باشه. این کتابشون قبل از تحریف و اونم صفحه‌ای که بعد از تحریف خدمتتون نشون دادم. چه توقع دارید برادر عزیز؟ من پیشانی شما رو میبوسم، دست شما رو میفشارم، درسته ما هم قبول داریم وحدت. چطور با تو وحدت بکنم؟ تو میای در یکی از به اصطلاح مهمترین کتاب هاتون، یکی از استوانه های علمی شما میاد میگه که ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و غیره کافر هستن. اگر کسی اونا رو کافر ندونه خودش کافره، اگر کسی اونا رو محبت داشته باشه بهشون و از اونا پیروی بکنه اونم کافره. چطور امکان داره بیان همین روایت ها رو بیارن در شبکه‌هاشون بگن آقا غلط کرده مجلسی این حرفا رو زده، ما اینا رو قبول نداریم و هر کسی که این اعتقاد رو داشته باشه خودش کافره؟ نمی‌کنن این کارو. همش تقیه، همش دروغ، همش هفته وحدت، همش عوام فریبی، سیاه‌نمایی.